چرا با کفر راضی هستیم که گپای کافرها را خوب میشنویم؟ در مجلس کافر مرتد و بیدینی که این لایق و بیدین است او دشنام داده میره و تو قرار گپایش گوش گرفته میری، تو هم حکم از او را گرفتی، تو هم مثل زوار کافر شدی. ان الله یقینا که الله جامع المنافقین، اینه تو صفت منافقت گرفتی، ظاهرت مسلمان است در باطن خوشحال داری، پیغمبر دشنام میده، قرآن دشنام میده، الله رو دشنام میده، صفات الله رو توهین میکنه و تحقیر میکنه، تو قرار بر ششتی گوش هم گرفتی لایکش هم میکنیم. الله میگه شما مثل از اونا هستین و الله منافقها و کافرها رو در جهنم جمیعا یک جای جمع میکنه. ان الله جامع المنافق، جمع کننده هست کی؟ منافقین، امی کسایی که از کافرایی که استهزاء و توهین میکنن بازی کردشان میشینن، که زیاد دوستی میکنن، در مجلسشان اشتراک میکنن، در خانهش میره، میمانیش میره، میفهمه که خوب اینی کافر است، مرتد است، دشنام میده الله را. حتی زن مسلمان وقتی که دید که شوهرش الله و رسولش دشنام میده، این دیگه خانم از این باشه، از پیش از این مرتد این خلاص است، اطاعت از بگد کتش نیست، امروز زندگی باید نکنه. امروز مرتد چطور تو زندگی میکنی وقتی خوب دیدی که الله را دشنام داد و شنیدی و پیغمبر را دشنام داد و قرآن را دشنام داد، باز میگی که امروز این چطور کنم؟ امروز نکاح تو فسخ شد، هیچ حالا که امروز در یک خانه می باشی مثل زنا باره. از این خاطر الله متعال میگه که اینه در مجلس ها نشینین که کافرها و کسایی که دشنام میتن و استهزا میکنن ولو که قصدی هم نباشه. در آیت 115 سوره نساء رسیدیم. حکم 28 است حکم مخالفت و حکم مخالفت یا دشمنی با رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال میگه و من یشاقق الرسول، و هر کسی که دشمنی میکنه و مخالفت میکنه با رسول الله صلی الله علیه و سلم، من بعد ما تبین له الهدى، بعد از او که برش هدایت معلوم شد. هدایت در کجا هست؟ در قرآن است و در سنت است. آل قرآن هم فهمید، سنت هم برش آمد، این آل مخالفت زیر میکنه و یتبع و متابعت میکنه غیر سبیل المؤمنین، بغیر از راه مؤمنان. یعنی میره دموکرات میشه، میگه من دموکراسی را قبول دارم، من سکولاریسم قبول دارم، من قوم پرستی را قبول دارم، من نشنالیسم قبول دارم، من فلسفه فلانی را قبول دارم. اینا الله متعال میگه و یتبع و این متابعت میکنه غیر سبیل المؤمنین. یکی سبیل مؤمنین است که قرآن و سنت است و یکی شریعت الله است. یکی بغیر از شریعت الله در هر راهی که رفت نولیه ما تولا، الله متعال میگه اونمو طرف رخش میکنیم که این روح خدا دو داده و نصلیه و داخلش میکنیم جهنم، در آتش جهنم، و ساعت مسیر و دوزخ بسیار بد جای است. الله نجات بده، نعوذ بالله، نعوذ بالله من عذاب القبر و نعوذ بالله. انسان بسیار دواره باید الله من یعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب جهنم. یا الله مطلب تو پناه میبرم از عذاب قبر و از عذاب جهنم و من فتنة المسیح الدجال، از فتنه مسیح الدجال، و من فتنة المحیا، و از فتنه های زندگی. یا الله چقدر فتنه ها زیاد است امروز، چی حال است سر مردم. و من فتنة الممات، و دیگه از فتنه مرگ. بعضی کسا در وقت مرگ شیطان می آدم بسیار تشنه می باشه، کاسه خوب متوای یخ میاره، میگه کافر شو که برای یخ میکنه. الله نجات بده. خب حکم 29 هم چی است؟ حکم شرک است. الله متعال میگه ان الله، یقین داشته باشید. ان به معنای یقین، یعنی یقین داشته باشید که اگر کسی با شرک از این دنیا بره، در آخرت لا یغفر، الله مغفرت نمیکنه ان یشرک به، کسی که به الله کسی را شریک ساخته باشه، چی در ذات الله شریک ساخته باشه، نسبت داده باشه که الله پسر داره یا دختر داره یا همسر داره یا سکرتر داره یا رئیس دفتر داره یا نازدانه داره و دردانه داره و زیارت ها نازدانش است، چی در ذات الله شرک آورده باشه، یا جن به الله شریک کرده باشه، یا ملائکه را یا کسی دیگه، یا در صفات الله صفتی از صفات الله را به یک مخلوق داده باشه، یا در افعال الله فعل از الله را که شفا دادن است یا روزی دادن است یا صحت دادن است یا میراندن است یا زنده کردن به غیر الله داده باشن، یا صفتی از صفات الله را یا مثلا عبادتی را چهارمی قسم عبادتی از عبادتهای الله را به مخلوق کرده باشن، مخلوق را در عبادت الله شریک کرده باشی. 4 قسم شد. 5م قسم شد
یا در قانون الله مخلوق صلاحیت قانون گذاری داده باشه تو برای من قانون تعیین کو که چی حق است، چی باطل است، چی خوب است، چی خراب است. این و یا در نام های الله شرک آورده باشد، این 6 قسم الله میگیره نمیبخشه. و یغفر ما دون ذالک، دیگه گناه است قتل و زنا و شراب یا که از کلش گناه کبیره کلشان پایینتر از شرک است. الله میگه این ما دون میبخشه. اگر توبه نکرده بود در روز آخرت امکانش است که الله به اساس رحمت خود ببخشید، اما شرک نمیبخشه. و من یشرک بالله، کسایی که به الله شریک میسازن، شرک میارن. امروز چقدر مردم هستن پیروی از قانون امریکا کردی، در تشریع الله او را شریک ساختی. پیروی از قانون اروپا کردی، در تشریع الله او را شریک ساختی. اطاعت از قانون غیر الله کردی، غیر الله را با الله در تشریع شریک ساختی. امروز شرک در تشریع بسیار زیاد است، بسیار زیاد است. الله متعال میگه و من یشرک بالله، و کسی که شریک میاره به الله فقط ضل ضلالا مبینا، یقینا که گمراه شده به گمراهی بسیار دور از حق. این یدعون من دونه الا اناثا، شما میگه حداقل یارسه کنم شریکایی که میره مشرکین که از بت پرستا، این بت هایشان اکثرا نامای زنانه داشت. مثلا از اله لات جور کرده بودن، از عزیز عزا جور کرده بودن. مثلا عزیز یک صفات الله هست، نام بر معنی برای بت خود جور کرده بودن عزا. این لات و عزا و منات، از منات جور کرده بودن. الله متعال میگه اینا طلب نمیکنن بغیر از الله مگر کیرن؟ اینا بت‌هایی را که به شکل خانم ها نامگذاری کردن. و این یدعون الا شیطانا مریدا، یا در حقیقت حتی او زنای بیچاره خیلی نام را نگذاشتن. میگه یا اصلا طلب نمیکنن مگر کیره؟ شیطان را که متمرد است. این شیطان را که چه قسم صفت داره شیطان؟ لعنه الله، ابلیس الله لعنت کرده. و قال و شیطان گفت لاتخذن، یا الله من میگیرم، قسم است که من میگیرم از بنده هایت نصیبا مفروضا، یک نصیب معین از بین از میگیرم، یک تعداد را گمراه و بیدین و کافر میسازم. ولا اضلنهم، و ما حتما اینا را گمراه میسازم. سگ شیطان الله متعال میگه یاد کنین که گفته که من گمراه میکنم. ولا امنینهم، باز میگه من بر از اینا آرزوهای زیاد میتم که بسیار دنیا طلب و مال طلب باشم. ولا آمرنهم، باز من اینا را امر میکنم. فلا یبتکن، باز اینا چی میکنن؟ قطع میکنن آذان الانعام، گوشهای حیوانات را. ولا آمرنهم، باز من اینا را امر میکنم، که امر شیطان است. فلا یغیرن خلق الله، باز اینا خلق الله را تغییر میدن. موی ساختگی میمانه، دندانهایی که مثلا ضرورت نداره اینجایش مثلا تغییر میده، ابروهای خدا مثلا میگیره نیش گجدم جور میکنه، یا مثلا دیگه هم خلق خود تغییر میده، خالای رنگارنگ در روی خود میمانه. یعنی ببینیش همین شیطان پرستار است که چه قسم خلقت الله را تغییر میتن، از خود حیوانات جور میکنه. و من یتخذ الشیطان ولی، هر کسی که شیطان را دوست خود بگیره من دون الله بغیر از الله، فقط خسر خسران مبینا، این بسیار خساره معلومدار کرده. یعدهم، میگه شیطان کس الله متعال میگه یعدهم و یمنیهم، میگه شیطان بر از اینا وعده ها میده غلط، و یمنیهم برشان آرزوها میده. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، میگه شیطان وعده نمیده مگر فریب کارانه. شیطان چی کنه میتونه؟ هیچ چیز کرده نمیتونه. حکم سیوم است که حکم اطاعت از شیطان است. اولئک، امی کسایی که اطاعت از شیطان میکنن، مأواهم جهنم، جایگاهشان جهنم است، دوزخ است. ولا یجدون عنها محیصا، از این بازی هیچ راه فرار نمی داشته باشه. حکم 31 چیز؟ حکم ایمان و اعمال صالحه است. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و اعمال صالحه کردن، سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار، الله میگه اونا را داخل میکنیم در جنتایی که در زیر جویبارهای از اینا، در زیر قصرها و باغهای از اینا اما تو جویبارها روان است. یک جوی از عسل ببینید، سبحان الله، یک جوی از شیر که مزه‌دار، و یک جوی از آب بسیار زلال، و یک جوی از شراب پاک. خالدین فی هذه قصرها،
در باغ ها که میوه های رنگارنگ است و زیر از این جوی ها هست، در برای همیشه می باشن. وعد الله، این وعده الله هست، حق، وعده الله حق است، این وعده الله حق است. و من اصدق من الله قیلا، و کیست نسبت به الله راستگوی در سخنایش؟ سبحان الله، الله راست میگه. حکم سوم چی است؟ جزای گناه و خواهشات اینا. میگه این جزای گناه به خواهشات کسی نیست، الله متعال جزا میده. شما میخواین بخواید، لیس بامانیکم، نه به آرزوهای شماست، ولا امانی اهل الکتاب، و نه به آرزو و خواهشات اهل کتاب است. من یعمل سوءا، اگر کس عمل زشت بکنه، یجزا بهی، در مقابل ازو جزایش میبینه. ولا یجد له من دون الله، و نمیافه به غیر از الله ولیا، دوست، ولا نصیرا، و هم نه نصرت کننده. حکم 33 چیز؟ حکم پاداش اعمال صالحه زنان و مردان. و من یعمل، و هر کسی که عمل میکنه، من الصالحات، از اعمال صالحه، من ذکر، مذکر باشه، او مؤنث او انثى، یا مؤنث باشه، آقایان باشن یا خانم ها باشن، یا لیدیز باشن یا جنتلمن باشن، یا خواتین باشن یا حضرات باشن، رجال باشن یا نساء باشن. و هو مؤمن، ایمان داشته باشه، و شرط که ایمان داشته باشه. فاولئک یدخلون الجنه، همین خانم ها و مردها داخل جنت میشن. ولا یظلمون نقیرا، به اندازه نقید، به اندازه یک سوراخ درخت خرما هم اینا بالایشان ظلم نمیشن. حکم سوم چیست؟ حکم مسلمان شدن و متابعت از ملت ابراهیم علیه السلام. اگر کسی مسلمان می باشه و متابعت از پیروی میکنه از ملت حنیف و پاک ابراهیم علیه السلام، این چی حکم داره؟ و من احسن دینا، و کیست بهترتر از دین کسی که من کسی که اسلام آورده. از اسلام که هیچ دین خوبی نیست. من کسی که اسلام آورده. چی معنی اسلام آورده؟ یعنی اسلم وجهه لله، یعنی وجه روی، یعنی روی این است که مثلا وقتی که جز گفته میشه اطلاق کل میشه، یعنی تمام اعضای بدن خود به الله تسلیم کرده. به چی؟ الله، به حکم الله. که الله چشم مطابق حکم تو عمل میکنه، گوشای من مطابق حکم تو استعمال میکنم، دست من مطابق حکم تو استعمال میکنم، اینی را مسلمان میگن. و هو محسن، و این نیکوکار است. و تبع ملت ابراهیم حنیفا، امی اسلام ملت کی هست؟ ملت پاک ابراهیم علیه السلام هست، از این مطابقت میکنه. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، و الله گرفت ابراهیم خلیل و دوست خود گرفت. چرا؟ هر موحد دوست الله هست. 35 حکم چی است؟ حکم تخصیص مالکیت آسمان ها و زمین به الله هست. الله متعال میگه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، ولله، و خاص است حکم و تصرف خاص برای الله هست. ما فی السماوات، آنچه که در آسمان ها است و آنچه در زمین است. و کان الله بكل شیء محیطا، الله علمش به هر چیز محیط است، کل چیز شامل است، هیچ چیز از علم الله بیرون شده نمیتونه. حکم 36 حکم دخترای یتیم است. الله متعال میگه و یستفتونک، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، از تو فتوا میخواین، در این باره بر ما فتوا بتیم. درباره چی؟ فی النساء، درباره خانم ها. قل برشان بگو که الله یفتیکم، اصلا فتوا حق الله هست، الله بر شما حکم بیان میکنه، این خو حق الله هست. از این خاطر میگه مفتی کسی که فتوا میده از الله بترسه، چرا او به نمایندگی الله گپ میزنه، چون الله حکم میکنه. وقتی که یک کسی میگه باید بگه که الله این تو میگه، و اگر غلط میگه تهمت به الله کرده. امروز چقدر مفتی ها هستن، خصوصا مفتی های طاغوتی که به الله تهمت میکنن. خب الله متعال میگه اینا در مورد خانم‌ها از تو پرسان میکنن، فتوا میخواین، بگو که الله بردان فتوا میتفیهن در مورد امینا. و ما یتلا علیکم فی الکتاب، آنچه که در کتاب بر شما تلاوت میشه، فی یتام النساء، درباره دخترکای یتیم، اللاتی، او دخترکایی که لا تؤتونهن ما کتب لهن، که شما بر از اونا نمیتین آنچه بر از اونا فرض شده. یعنی شما چون یتیم هستن، کسی ندارن، شما ظلم میکنین در حقش، نمیخواین که اما مهر از او را به شکل کامل و درست برش بتین.
و ترغبون و علاقمند هستین ان تنکحوهن که همراهشان نکاح بکنین. نکاح علاقمند هستین، خب برای یتیمکا حقشانه نمیتین. اما اگر کسی مثلا به همراه یک دختر یتیمه ازدواج میکنه و باز برش خوب مطلع رام گرفته و مهرش مکمل و او در گردن خود انداخته، بازو که راضی نیست، بازو الله هست پیشش محاسبه میکنه. و ترغبون ان تنکحوهن و شما علاقمند از این هستین که شما امرای زنا نکاح بکنین. و المستضعفین و همین قسم به امرای مستضعفین من الولدان، به امرای ضعیفای دیگه هم همین قسم برخورد میکنین، حقشان رو نمیتین. این بیکاره باید مسلمان نکنه. و ان تقوموا، شما باید چی کنین؟ لیلیتام برای یتیما بالقسط، عادلانه برخورد بکنین. و ما تفعل من خیر، و آنچه شما از نیکی انجام میتید، فإن الله کان به علیم، الله عالم است، با خبر است. اگر کس خوش شد یا راضی بود یا نبود، الله با خبر است که آیا حق زیر بهش داده یا نداده. حکم 37 چی است؟ حکم مردان ناشز. این بسیار خطرناک است. یکی خود خانم های ناشزه بود، حالا اینجا مردهای نافرمان است، یعنی نافرمان. این یک حکم آمده است. چی میگه؟ و این امرأتون، اگر یک خانم خافت ترسید من بعلها، از شوهرش، نشوزن نافرمانی، او اعراضن یا سرپیچی، یعنی مردی هست که حکم الله رو در نفقیش، در لباسش، در اگر دو سه خانم داره در عدالتش، در این چیزها این مراعات نمیکنن، از حکم الله اعراض میکنن. فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما، پس گناه نیست بالای خانم و شوهر که بین هم صلح بکنن، میشن صحبت بکنن. چی مشکل داری؟ در کجا حق ادا نشده؟ در کجا مثلا بر تو حق داده نشده؟ در چی خفه هستی؟ و صلح خیر، صلح بسیار خوب است. و احضرت الانفس و شح، میگه ای باید فکرتان باشه که همیشه نفس ها بخیلی می داشته باشن، و نفس ها بخیلی می داشته باشن. و این تحسنو، اگر شما احسان بکنین، یعنی خانم بر شوهر و شوهر بر خانم. شوهر اگر امکانات داشت، در قسمت خانم خود در نفقهش، لباسش، دوایش، مسکنش، جایش بخیلی نکنه. و اگر شوهر امکانات نداشت، خانمش باید احسان بکنه، زیاد فشار سر از اون نبیاره که او توانایی نداشته باشه. میگه به تنگ آمد به جنگ آمد، بازتر نشه. و تتقوا، اگر شما احسان بکنین و تقوا بکنین، فإن الله کان بما تعملون خبیرا، الله با آنچه که شما عمل میکنین بسیار با خبر است. از این خاطر در بین خانم و شوهر و در بین اعضای خانواده باید احسان و تقوا باشه. اگر هر کس احسان بکنه، نیکی در نیتش باشه که بر جانب مقابل نیکی بکنه و تقوا بکنه و از الله بترسه، هیچ وقت مشکل پیدا نمیشه. او مشکل از او در نظر بگیره، او مشکل از او در نظر بگیره، خانم مشکل شوهر در نظر بگیره و شوهر خانم مشکل در نظر بگیره. به این شکل زندگی بسیار خوب پیش میره. اکثر خانواده ها امی است که مثلا بسیاری وقتا شوهر ظلم میکنه، اما حق خانم خود به شکلی که توانایی داره حقش ادا نمیکنه. و بعضی اوقات خانم ظلم میکنه که از شوهر اضافه از توانش طلب میکنه. این بی تقوایی و بی احسان است. احسانی است که انسان باید هر کس مشکل جانب مقابل خوب فکر خود بگیره و بگیره که خیر در کدام چیز است. حکم 38 حکم عدالت بین همسرها هست. یکی عدالت ظاهری هست، یکی عدالت قلبی. انسان مکلفیت داره به ظاهر، عدالت ظاهری. وقتی که یک نفر 2 خانم داره یا 3 خانم داره، باید عادلانه در تقسیم، در مال، در خانه، در سودا، در هر چیز عدالت مراعات بکنه. اما ای که از نگاه قلبی اگر بخواد که بینشان عدالت بکنه، الله میگه نمیتونه. چون این مسئله قلبی محبت است. یک نفر یک کس را بسیار دوست می داشته باشه، یک خانم خدا و خانم دیگه خدا به اندازه از اون نمیتونه قلب خدا بگیره، تو ورش بگه که رام دوست داشته باشه. الله متعال میگه ولن تستطیعوا، شما هرگز نمیتونین ان تعدلوا بین النساء، شما که عدالت بکنین در بین خانم ها، یعنی از نگاه قلبی نمیتونین. ولو حرصتم، اگر شما بسیار حرص بکنین، فلا تمیلوا کل المیل، لکن اگر کدام خانم زیاد دوست داشتین و دیگهش کم داشتین یا دوست نداشتین، باز ات بیخی یک طرفه میلان نکنین، یک طرف لول نخورین که او جانب مقابل فتذروها کالمعلقه، که خانم دیگر بیخی هم تو معلق بانی، یعنی تو علاج بکنی که او بیچاره نفهمه که من شوهر دارم یا بیوستم.
اما تو در هوا علاج بکنه و این مرد تمام روز که می خانم که نو گرفته و جدید گرفته امر الله میگه تو نکنین. و این تصلحوا، اگر شما اصلاح بکنین با امرای زنا حق مراعات بکنین، ظلم نکنین، اصلاح بکنین و تتقوا و تقوا از الله بترسین، فان الله کان غفور رحیم، الله بسیار غفور و رحیم است. یعنی اگر شوهرها حق دارن که مثلا خانم دومی و سومی و چهارمی بگیره، لکن خانم هم حق داره که سرزمین شوهر که حقوقش برش ادا بکنه. اگر نمیتونین قرآن میگه فواحده، یک خانم بگیرید، وقتی که دوستید خانم نمیتونی عدالت بکنی. یک نفر از یک خانم مثلا چی کده نمیتونه، این به خانم دومی مراجعه میکنه. این خانم اول از پیش چی خیری دیده که تو مثلا میری دومی رو میگیری، سومی رو میگیری، عدالت هم میتونی کرده. تو در یک خانم صحیح عدالت کرده نمیتونی، تو میخیزی به خانم دوم سوم. و الله میگه که اگر تو خانم میگیری باید چی کنی؟ حق و حقوق از را عادلانه برش پرداخت کرده بتانی. و این یتفرقا، و اگر اینا باز جدا میشن، یغنی الله کل من سعته، باز تو نیست که کس به کس احتیاج بنه، الله هر کدام از وسعت رزق و رحمت خود او را غنی میسازه. او خانم الله رزق از او را بر ازو میده و شوهر از شوهر برش الله برش میده. و کان الله واسعا حکیما، الله بسیار وسیع است در علم و در رحمت خود و بسیار حکیم است در تعیین تشریع خود. حکم 39 هم که هستم این چی است؟ حکم تقوا هست. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، الله میگه که مخصوص الله هست آنچه در آسمان ها و زمین است. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، الله میگه ما امر کردیم و توصیه کردیم کسایی که قبل از شما برشان کتاب داده بودیم، و ایاکم، و شما را هم توصیه کردیم، ان اتقوا الله، از الله بترسید. و این تکفروا، اگر کافر شوین، فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض، برای الله تمام اقام مخلوقات الله داره که برای الله عبادت میکنن و تسلیم هستن که به تو هیچ نوبت نمیرسن. تو اگر از بالا بری، اما تو بالا زمین سعی کنی به اندازه یک نقطه که پنسل میمونه. یک وقتی که خوب بالا بری که هیچ زمین معلوم نمیشه. اقام مخلوقات الله است و ما یعلم جنود ربک الا هم. در آسمان امو بیت المعمور که است میگه او 70,000 ملائکه طواف میکنن از زمانی که خلق شد آسمان ها و زمین. 70,000 ملائکه طواف میکنه. میگه تا حال بر از اون ملائکه دوره نوبت دوم نرسیده. نوبت دوم هنوز به ملائکه نرسیده. 70,000 شما فکر کنید که چقدر وقت میشه. هنوز میگه اون ملائکه که در اول 70,000 که طواف کردن منتظر نوبت دوم هستن، تا حال برشان نوبت نرسیده. سبحان الله. اینقدر الله مخلوقات داره. ما و تو چی؟ بنده عاجز. ما خود بندگی میکنیم، سجده میکنیم، رکوع میکنیم. الله غنی از العالمین. ما محتاج هستیم، احتیاج هستیم، برای الله حضور میکنیم یا الله تو بالای ما رحم بکن. این حال الله متعال میگه که و این تکفر، اگر با شما کافر شوید، فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا، الله غنی هست از عالمیان، به کسی محتاج نیست. حمیدن، و حمد کرده شده هست، در ذات خود حمید است، خالق با عظمت است که بر از او حمد و ثنا و صفت است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، و آنچه که در آسمان و زمین هست مخصوص الله هست. و کفى بالله وکیلا، و کافی هست الله که نگهدارتان باشه. این یشاء یذهبکم، اگر الله بخواهد شما را میبره، ایها الناس، ای مردم، و یأتی بآخرین، و امت دیگه، مردمای دیگه میاره. و کان ذلک و کان الله علی ذلک قدیر، و الله و این قدرتمند است. حکم چلم چی است؟ حکم طلب مزد در دنیا هست. الله میگه من کان یرید ثواب الدنیا، کسی که منفعت دنیایی را میخواد، فعند الله ثواب الدنیا والآخرة، پیش الله هم ثواب دنیا هست و هم ثواب آخرت است. و کان الله سمیعا بصیرا، الله بسیار شنوای اقوالتان است و بسیار بینای اعمالتان است. حکم شلکم چی است؟ حکم عدالت است. یا ایها الناس، ای مردم، اینجا حکم به عدالت میشه. میگه ای مؤمنان، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کونوا قوامین بالقسط، شما باید عمو ترازوی عدالت شما خوب عمو برپا بکنین، بسیار عادل باشین. شهداء الله، شهادت مخصوص به الله بدین. ولو علی انفسکم، اینقدر عدالت داشته باشین که اگر شهادت بالای خودتان هم باشه بگین که نمیشه ما غلط کردیم، این نمیشه حق من نیست، این پیسه به من نمیرسه. اول والدین، یا مثلا شهادت در حق مادر و پدرتان باشه،
والاقربین یا شهادت در حق اقاربتان باشه. تو نگویی که مثلا پدر مادر است یا اقارب است بون به نفذی شهادت بده. یکون غنیا، اگر همین شخصی که تو به منفعت از میخوای کار بکنی اگر غنی باشه و فقیرن یا فقیر باشه، فالله اولا بهما، الله به اونا چی هستن؟ به او اولویت داره، الله او را سرپرستی و الله او را رزق میده. فلا تتبعوا الهوا، پس مطابقت از هوا نکنین، ان تعدلوا، ای که عدالت بکنین. و ان تلو، اگر باز شما زبانتان توتوک بدین به دروغ، او تعرضوا یا اعراض بکنین، فان الله کان بما تعملون خبیرا، الله با آنچه که عمل میکنین با خبر است. حکم 42 حکم کفر به ارکان ایمان است. کسی که کافر میشه به ارکان ایمان، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان آمنوا بالله، شما ایمان بیارین به الله و رسولی و رسولش، و الکتاب الذی نزل علی رسولی، و کتابی که بالای رسولش نازل شده، و الکتاب الذی انزل من قبل، و کتاب هایی که قبل از نازل شده. و من یکفر بالله، کسی کافر شد به الله و ملائکته، ملائکهش، و کتبه و کتابش، و رسوله و رسولش، و الیوم الاخر و به روز آخرت، فقد ضل ضلالا مبینا، این میگه گمراهی بسیار آشکار گرفته. حکم 43 حکم اصرار به ارتداد است. بعضیا مرتد میشه وقتی که حکم الله را برش بگویی که تو کافر شدی، تکفیرش کنی، برش بگویی که تو مرتد هستی، باز اصرار میکنه در کفر خود. ان الذين آمنوا، یقینا کسایی که ایمان آوردن، ثم کفروا، ببینین ایمان آورد بعد از ایمان چی شد؟ کافر شد. ثم آمنوا، باز ایمان آورد، ثم کفروا، باز کافر شد، ثم ازدادوا کفرا، وقتی که برش گفتی هنوز در کفر خود زیادت کرد. لم یکن الله لیغفر لهم، الله اونا را نمیبخشه، ولا لیهدیهم سبیلا، برشان هدایت هم نمیکنه. حکم 44 چی است؟ حکم منافقت است و دوست گرفتن کافرها هست. کسی که منافقت میکنه و کافرها را دوست خود میگیره، الله چی میگه؟ بشر المنافقین، برای منافقها بشارت بده بان لهم عذابا الیما، که برشان عذاب دردناک است. الذین، کسانی که یتخذون الکافرین اولیاء، کسای کافرها دوست خود میگیرن، من دون المؤمنین، بغیر از مؤمنان. ایبتغون عندهم العزه، آیا اینا پیش از کافرها عزت میخواین؟ فان العزه لله جميعا، عزت تمام پیش الله هست. حکم 45 آخری حکم در امشب ما چی است؟ در این بخش حکم نشستن در مجالس استهزای شعائر دینی. یعنی مثلا یک کس توهین میکنه، یک کس تحقیر میکنه، یک کس به شعائر الهی دو میزنه، یک کس را شما ببینید در تیک تاک الله و پیغمبر اینا رو دشنام میده، یک کس را میبینید در یک مجلس در یک جای میمان هستین ببینید که اونا سر شعائر الله، سر قرآن رشخندی میکنه، سر دین رشخندی میکنه، سر پیغمبر رشخندی میکنه، اینا رو شما. یا مثلا یک کس کلیپ جور کرده ضد دین گپ میزنه، توهین میکنه، تحقیر میکنه و تو کلیپ از این چالان کردی قرارش چی استایل میکنی. حکم از چی است؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب، و یقینا که نازل شده بالای شما در کتاب، ان اذا سمعتم، وقتی که شما شنیدین آیات الله یکفر بها، که با آیات الله کسی کافر میشه، و یستهزأ بها، با آیات الله استهزا میکنه، فلا تقعدوا معهم، امرای از اینا نشینین. بسیاری وقتا یگانه کی هست بدعتکار است، بیدین است، مرتد است، کافر است، میخیزه مثلا سر دین اسلام، سر الله، سر رسولش گپای چتی میزنه، توهین میکنه، باز میگه بیاین امرای من مناظره بکنین. امرای تو خبیث ما مناظره به خاطر ازی کرده نمیتونیم که الله بر ما اجازه نمیده. چرا الله متعال میگه اگر دیدین که کسی با آیات الله کافر میشه و استهزا میکنه با آیات الله، با قرآن، با سنت، با پیغمبر، با اینا این استهزا میکنه، فلا تقعدوا معهم، کتازیا نشینین. حالا ما بیم که تو بشینیم مناظره بکنیم، حالا اگر بشینیم چی میشه؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا که اینا در سخنهای دیگه مصروف شون. وقتی که در این کار بودن کتازیا نشین. اگر شیشتین چی میشه یا الله؟ اگر شیشتین انکم اذا مثلهم، شما مثل از اونا میشین، یعنی شما هم در کفر داخل میشین. چرا با کفر راضی هستین که گپای کافرها را خوب میشنوین؟ در مجلس کافر مرتد و بیدینی که این لایق و بیدین است او دشنام داده میره و تو قرار گپایش گوش گرفته میری، تو هم حکم از او را گرفتی، تو هم مثل از او کافر شدی. ان الله، یقینا که الله جامع المنافقین، اینه تو صفت منافقت گرفتی. ظاهرت مسلمان است، در باطن خوشحال داری، پیغمبر دشنام میده، قرآن دشنام میده، الله رو دشنام میده، صفات الله رو توهین میکنه و تحقیر میکنه، تو قرار بر ششتی گوش هم گرفتی، لایکش هم میکنیم. الله میگه شما مثل از اونها هستین و الله منافقها و کافرها رو در جهنم جمیعا یک جای جمع میکنه. ان الله جامع المنافق، جمع کننده هست کی؟ منافقین.
همین کسایی که از کافرایی که استهزاء و توهین میکنن بازی کتشان میشینن، که زیاد دوستی میکنن، در مجلسشان اشتراک میکنن، در خانهش میره، میمانیش میره، میفهمه که خوب اینی کافر است، مرتد است، دشنام میده الله را. حتی زن مسلمان وقتی که دید که شوهرش الله و رسولش دشنام میده، این دیگه خانم از این باشه، از پیش از این مرتد این خلاص است، اطاعت از دیگه کتش نیست. امروز زندگی باید نکنه. امروز مرتد چطور تو زندگی میکنی وقتی که خوب دیدی که الله را دشنام داد، شنیدی و پیغمبر را دشنام داد و قرآن را دشنام داد، باز میگی که امروز این چطور کنم؟ امروز نکاح تو فسخ شد. هیچ حال که امروز در یک خانه می باشی مثل زنا باره. از این خاطر الله متعال میگه که این در مجلس ها نشینین که کافرها و که کسایی که دشنام میتن و استهزاء میکنن، ولو که قصدی هم نباشه. چرا استهزاء در چی است؟ در قرآن اونجا آمده وقتی که یک کسی صحابه و رسول الله صلی الله علیه و آله استهزاء و توهین کرد، الله متعال آیت نازل کرد که قد کفرتم بعد ایمانکم، خودت کافر شدی بعد از ایمانت. لا تعتذروا، عذر نیست. این الله متعال جمع میکنه منافقا و کافرها در جهنم تمامی. الله متعال ما و شما را حفظ بکنه. الله متعال توفیق نصیب بکنه که به قرآن، به اسلام، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تمام شعائر الله بسیار احترام داشته باشیم و محترمانه برخورد بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.